سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید بازی پرسپولیس آلومینیوم عراق. بریم که ببریم یه برد درست و خوب. بازی قبلی اصلا نتونستیم بذاریم، خدایی وقت نکردیم، وقت نشد دیگه. حالا ولی فردا دیگه حتمی میذاریم. فردا دیگه استقلاله اونو میذاره. خب اول موقعیت پرسپولیسه. خب بندا بزن توی دروازه. تیوی بیفوما. به تیم خوب آلومینیوم. تیوی بیفوما. اولین گلش زد دیگه. به تیم خوب. اولین گل پرسپولیس زد. اولین گلش هم برای پرسپولیس. به تیم خوب آلومینیوم. به گل خوب آلومینیوم. داداش این گلرش سه تا سه گل خوبی کنه. سه گل خوبی. یادم ادامه بازی. این شما به همین گل دیگه سه ادامه بازی فعلا. فعلا خوشحال دارم میکنه. گلرم داداش اونو هر گلری بود دیگه نمیگرفت دیگه. دفاع خوب چرا تو گل بگیم آقا گل دفاع چرا دفاع بود دیگه. آفساید آفساید که نیست اصلا آفساید نیست. چه اومد بغل انداخت دفاع بود. چه گوشه زد دمش کرد. اولین گلش زد دیگه. 20 دقیقه است داره کلا موقعیت برو دیگه بابا. خب دیگه باید نشون بداد دیگه. 20 صحنه نشون داد پارمون که ول کن برو. خوشحالی گل تا آخر بازی قشنگ. خب بعد نشون بده دیگه. برو تیومی بیفوما زدش. نه الان پنالتی نه، صد پنالتیه. کجا زد پنالتیه. آره کوزا به ان زد ناموسن نخورد. قبول کن دیگه نخورد. منطقیه که بشود وای خاک بشود دیگه اونو یه شوت نزد دیگه. پاس داد دقیقه 14 بازی صفر موقعیت. یه موقعیت گل نمیگی صفر موقعیت. بلند شد همه بازی بده دیگه بس کن. افتاد زمین مرد. 3 ساعت لیگ ایران رو دیگه. هر بازیکن بیفته یه ماه میفته زمین دیگه. لیگ ایران تیمش یکی عقب افتاده زمین. خب موقعیت دقیقه 22 یه موقعیت بنداز. وای بزن وای بعد خوب دفاع دیدی. بزن که این چه کلیه. علیپور از موقعی که رفت عثمان علیپور یکم قبل عثمان دفاعشون سوتی بدهشون خوبه. برو بزن بگی آفرین علیپور بنداز ساند کن. ای بابا دفاعشون سوتی بدهشون خوبه. سوتی بده دفاعشون خوبه دیگه. دفاع چه ربطی داره؟ همین تیم 3 تا از شما خورد دیگه. بنداز عالی. برو این چیه؟ علیپور رو نگاه. یا خدا حساب نمیده گله. آلومینیوم عراق دقیقه 34 بازی خوبی رو نمیبینیم ناموسن. وای بزن. پیام زد بیرون. کورنل گره. عجب داور خوبی. خورد به کسی؟ اصلا به کسی نخورد که. به کی خورد؟ به کسی خورد؟ حالا هرچی بریم ادامه بازی. ساند کن. وای نرسید. بازی سختی. آلومینیوم هم گربه سیاه ماست. آلومینیوم هم گربه سیاه ماست. موقعیت بازی آفسایده دیگه. آفسایده. گلم بشه آفسایده. آره معلوم بود علیپور 2 متر رفت تو آفساید. جذابیت در بازی میپاچه حاجی. چی بگن حرف نمیزنه. شوت بعد سالهای موقعیت شوت حرف نمیزنه، فقط خودتون نگاه کنید. من حرفی اصلا ندارم. دوباره آفساید. علیپور بیا از آفساید بیرون. از موقعی که عثمان اومده یکم علیپور از عثمان نه قبل عثمان خوب می‌نوازه. بزن علیپور تا آفساید بیاد بیرون 2 تا میزنیم حداقل. خب دیگه 50 اورونوف بزن. کشیدش. دیگه نازم کنه به پنالتی بگیره دیگه. خب کشید داداش نذاش بره.
اون رو میدونی باید چجوریه دیگه ناز کنه ناز کنه، مثل آسانی که ناز ناز میکنه میکنه. ناز میکنه میفته زمین مثل آسانی که ناز میکنه. کشید یعنی در حد پنالتی نبود در حد پنالتی، دایو زد اصلا. ولی استقلال همچین صحنه‌ای دایو بود سال هیدری چرا نگرفتم به صحنه سال هیدری که از این خیلی پنالتی تری بود دیگه اون بازی رو داشتی ندیدی. گل ندیدی دیگه ندیدی از این پنالتی تری نبود تموم دیگه دید چیو میگی بذار موقعیت رو ببینیم موقع. نامزد. بزن، وای، بزن. وای، بزن توپو. ای آلمینیوم وای. بزن ساند کله بزن کله بزن ای نرا کله آکتون بزن بره دیگه. آکتون سایتون تا اینا موقعیت رو میرینن شما ما رو یه لایک و کامنت و گله وای. آکتون سایت تک به تک و هیت توش گذاشت اونجا تک به تک و هیت توش گذاشت اونجا داشتم میگفتم تا اینا دوباره موقعیت. وای وای بندا بزن برو دیگه بزن دیگه بابا این چه نیست. بازی هیچی نداره خب تا موقعی که بازی هیچی نداره ما رو حمایت کنید لایک سابسکرایب رایتون نره زوم بگیریم مثلا بازی ها کامنت بیاد هم بیرون انگلیسی بزن. کامنت ها انگلیسی کنید ناموسه وای 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 ناموسه دایوشو نگاه کن بازگله چمن ها بین دیگه چمن رو دقت کن گوشه یه ایرانه دیگه فقط راهه مثل گوره خر. چرا اون کلی نزنن حداقل یه ذره مثل ورزشگاه آزادی رو یادمه بازی با النس بود میدوخت چمن وای برو 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 یکی بگیره دیگه تو پینا ایش شد مینداخت یکی تو بگیره دیگه محوطه تو بشو آخه مینداخت تو محوطه عالم شد. آسانی تونست بگیرتش اینا بگیرن. وای هات پیامه شوته شوتش ضعیف بود ولی خب پیامم گرفت دیگه. بزن فو خب کرنل قشنگ بسان قشنگ سان کن بزن وا دوباره کرنل شد. چرا اونو سر نزد؟ آلمینیوم اینقدر موقعیت نده حرف نمیزنی. بسان علی پور یاد نگاه ایستاگونا افتادیم اینو نگاه کن چیز ایستاگونا نه بعد نمیدونم خیلی علیپور عادت داره وای 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 علیپور عادت داره همش چیز میگه با پای چپش میزنه راست پای با چپ میخواد گل بزنه. بزن راستشو نمیتونه گل کنه با چپ میزنه بزن وا آفساید. آلمینیوم خوب مینوازه خیلی بازی جذابه حرفی نداره اصلا جذابیت چقدر جذابه بازی ببین ای وای 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 بگیر بزن ریدی تو موقعیت عالی وای یه تنه دوباره ریدی تو وای یه تنه ریدی تو موقعیت دایو هم که خوب بزن بره بزن دایو زنیتون خوشگله ماشاءالله کینگ دایو زنیتون خوشگله چرشه ساندم بلد نیستن که ساند کنن تو محبت اینو ببینه اینو یه ضرب بزن ها ببینه فقط بخواد پنالتی بگیره میبینی دایو ببین تو الکی فقط خودشو تمام. بازی تموم شد ما بردیم سیفدیاز مهم ما خودتون گرفتیم. قضاوت کنید چجوری بازی کردن دیگه ما حرفی نداریم خب استقلالش چجوری بازی میکنه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.